آمدیم امروز دوستای شکر بر آمدیم دیگه میریم کنه سرک عمومی ما میگیم شما نمیفهمید چی میگیم دیگه میریم یکان چیز خرید کنیم ببینیم که میشه چی میشه همراه ما راشد جان آمده میریم دیگه چی میتونیم بخریم چی میتونیم شاپینگ بکنیم شما هم با ما باشید چند روز پیشتر پلیس استاد ما کرد گفت کجا میری؟ گفتم میریم اتاق گفت از کجا هستین؟ گفتم ما از افغانستان هستیم تو افغانستان هستیم گفت که پاسپورت هست فکر ما پاسپورت نداریم پاسپورت برش دارم پاسپورت دارید خنده دیگه رو گفت صحیح سبره نمیفهم دیگه دلیل خندش چی بود چی نبود بعدا براتون میگم مرتب تا که ما میریم خرید مردی چیزای ما رو میکنیم دوستای عزیز خداحافظ کن بای بای در ادامه برنامه باز میبینیم